تفکر نقادانه ابزاری برای پیدا کردن عیب و ایراد در افکار دیگران نیست. تفکر نقادانه بیش از بیرون نگاه به درون داره. باید در صدد بر بیاییم که اشکالات فکری خودمون رو بشناسیم و برطرف کنیم. قرار نیست که وقتی کریتیکال تینکینگ رو یاد میگیریم نقش دانای کل رو بازی بکنیم و به جان این و آن بیفتیم و بخوایم برای افکارشون، برای تصمیم گیری هاشون ایراد بگیریم. قبل از هر چیز نگاه به درون داشته باش. تفکر نقادانه به خودشناسی انسان کمک میکنه تا سیستم باورهای خودش رو پالایش بکنه و اگه خرافاتی رو بهش سالها معتقد بوده اونها رو کنار بگذاره. تفکر نقادانه کمک میکنه تصمیم‌های بهتری بگیریم و راه حل‌های بهتری پیدا بکنیم و اینکه نگذاره احساسات تصمیم گیری ما و عقلانیت ما رو دچار اشکال بکنه.